سلام. شما برای گرفتن گواهینامه امارات یکی از این 4 تا روش رو باید انتخاب کنین که جز به جز قرار توی این ویدیو بهتون کامل توضیح بدم. اگر شما گواهینامه یکی از این کشورها رو داشته باشین که توی این لیست هست، نیازی به گرفتن گواهینامه اماراتی ندارین و با همون گواهینامه میتونین رانندگی کنین. اگر اصلا گواهینامه نداشتین از ابتدا، باید 20 جلسه کلاس و آموزش رانندگی برین با یه سری هزینه‌ها که توی این لیست براتون نوشتم، سورسش هم میذارم براتون و قیمت‌ها رو جز به جز براتون توی این لیست نوشتم. میتونین چک بکنین. اگر شما قبلا گواهینامه ایرانی داشته باشین، 2 تا حالت داره. یکی از حالتاش اینه که بالای 2 سال سابقه داشته باشه، یکی از حالتاش بالای 5 سال سابقه داشته باشه. تنها فرقی که داره توی میزان کلاسی که باید برین آموزشگاه و هزینه است. برای 2 سال 15 ساعت باید برین کلاس آموزشی، برای کسایی که بالای 5 سال سابقه دارن مدت زمان کلاسشون 10 ساعته و هزینه‌ش هم طبیعتاً کمتر هستش. یه نمودارم من اینجا گذاشتم. کلاس شیفتینگی که اینجا نوشته شده یعنی فقط به صورت کلاسایی که مدت زمانش بیشتره، مثلا توی یک روز شما 2 جلسه میتونین برید. تمام جزئیات و خلاصه مطالب و خلاصه مبلغ رو همه رو براتون توی چند تا نمودار پشت سر هم گذاشتم و فکر کنم به تمام سوالات شما پاسخ بده. من برای تهیه این ویدیو بیش از چند روز زمان گذاشتم، وقت گذاشتم، تحقیق کردم، با چند نفر صحبت کردم، چت کردم، تماس گرفتم که بتونم به صورت صادقانه به شما این موضوع رو به اشتراک بذارم. چیزی که متوجه شدم شروع قیمت برای گرفتن گواهینامه یه چیزی بین 3000 تا 4000 درهم هست و نهایتاً تا 7000 درهم. شما اگر مبلغی رو دارین بیشتر پرداخت میکنین برای رفاه خودتونه. به جای اینکه شما 2 ماه طول بکشه بشه 1 ماه. به جای اینکه 3 روز در هفته برین هر روز در هفته برین. این اضافه مبلغی شما پرداخت میکنین بهش VIP میگن، بهش به صورت فوق‌العاده میگن و این هزینه رو اینجوری این شرکت از شما داره میگیره بابت خدمات بهتر که بتونین شما گواهینامه‌تون رو زودتر بگیری. بفرمایین. الان من برای شما که همه چیز توضیح بدم. بنابراین برای شما خب بفرمایید. من 2 تا سوال دارم. اول این که اگر بخوام حالت معمولی بخوام ثبت نام کنم چجوریه؟ معمولیشو بهم توضیح میدین، هم هزینه‌شو هم اینکه چقدر طول میکشه. حتما. شما گواهینامه ایرانی دارین درسته؟ بیشتر از 5 ساله هست. بله. خب اولین چیز برای نورمال فایلتون باز میکنین، بعدش 8 تا کلاس آینامه دارین، میتونی آنلاین بردارین. خب بله. بعدش امتحان آینامه دارین، بعدش از 20 ساعت کلاس فقط 10 ساعت کلاس میری، کلاساتو کمتر میشه. درسته. بعدش 4 تا امتحان دارین امتحان اسسمنت رود، دارین پارکینگ گلداری، بعدش پارکینگ آرتی، بعدش فاینال رول تست. این همه خزینش میشه with a 50% discount 3329 درهم. اوکی. خب این نورمال هست. خب اون مورد دیگهش چیه؟ اون مورد دیگهش هم بهم توضیح میدین؟ گلدن چانس. بله. خب گلدن چانس فقط 2 تا امتحان داره. یعنی فایلتون باز میکنین، یه لینکی برای شما میفرستین که کلاسای آینامه بخونین، که تموم کردیم بعدش میرین امتحان آینامه، بعدش فاینال رول تست، بعدش گواهینامه اذا پاس شدین گواهینامه‌تون میبردارین. ولی به حال اذا فیل شدین باید این فایلی که گلدن چانس شما باز کنی بند میشه، باید یه فایل دیگه باز کنی، از همه چیز باید شروع کنی از اول. خب گلدن شانس آیا آموزش هم داره یا آموزش نداره؟ نداره. نه. اذا میخواین آزمایش بردارین 1 ساعت کلاس 210 میشه. بعد هزینه گلدن چانسش چقدره؟ 2071 درهم. بسیار هماهنگ. خب پس بذاری من اینو بهتون خبرشو میدم دیگه امروز. حتما. دستتون درد نکنه. ممنون. حتما. خواهش میکنم. بای بای. این مکالمه ضبط شده من با یه کارمند توی آموزشگاه رانندگی فکر کنم گالاداری هستش. این خانم فارسی زبانه، میتونه فارسی صحبت کنه. قیمت‌ها رو گفت، لیست قیمت هم فرستاده، توی همین عکسایی هست که توی این کلیپ درست کردم میتونید ببینید و شرایطش هم گفت برای کسایی که گواهینامه دارن هزینهش چقدره و چه کار باید انجام بدن. گلدن چانس یک چیزیه که شما کلاس نمیرین، آموزشگاه نمیرین، فقط امتحان آینامه رو میدیم، بلافاصله امتحان
فاینال رو میدین. اگر قبول شدین که گواهینامه‌تون رو میگیرین. اگر قبول نشدین باید کل مراحل امتحان رو از اول طی کنین که من خودم توصیه نمی‌کنم و خیلی ریسکی هستش. اینا کامنت های پست قبلی راجع به گواهینامه توی اینستاگرام من هستش. یه سری کامنت ها واقعا مثبت بود، خیلی خوشحالم، دوست داشتن. یه سری هم کامنت منفی گذاشتن، حالا یا سر بی اطلاعی بوده یا سر هر چیز دیگه. به خاطر همین من رفتم تحقیقات بیشتری کردم و این پست جدید رو گذاشتم. گفتم شاید اطلاعات من اشتباه باشه و آپدیت هم شدم. فهمیدم که این تفاوت قیمتی و این بازه قیمتی به خاطر چی هست. به خاطر اینکه بعضیا دوست دارن پکیج‌های VIP بگیرن، متفاوت باشه، یا زودتر بخوان گواهینامه‌شون رو بگیرن. منتها بعضی از کامنت ها واقعا عجیب و غریب بود. کسی که درخواست 25,000 درهم یعنی بالای 500 میلیون تومان برای یه گواهینامه میکرد و خب اینا خیلی بده و واقعا جای تأسف داره. من توی این حالا مطالبی که تهیه کردم با چند نفر ایرانی هم صحبت کردم. منتها تصمیم گرفتم برای اینکه بهشون بی احترامی نشه کلا نه اسم بیارم، نه وایسی پخش کنم، نه چتی پخش کنم. منتها خلاصه داستان این بود که هموطنای ما که نمیدونم چرا اکثرم تو کار املاک بودن، یعنی راجع به گواهینامه نوشته بودن، وقتی توی اون پیج میرفتی پیج املاک بود یا اصلا کانتکتشون مال مشاور املاک بود. اونا کامنتی که میذاشتن، صحبتی که میکردن اصلا زیر 8,000 درهم 10,000 درهم نبود. و وقتی من باشون صحبت میکردم خب مگر شرایط ارزونتر نیست و مگر نمیشه که با قیمت مناسب تر بگیریم؟ میگفتن اگر شما میتونید بگیرید اصلا نیازی به این نیست که بخوایم با ما در ارتباط باشین. ما پکیج و خدماتمون برای کسایی هست که نمیتونن گواهینامه بگیرن یا زبان بلد نیستن یا اینکه میترسن و ما در کنارشون هستیم و این مبلغ بیشتر و اضافه رو میگیریم و یه نفر هست همراهشون که میتونه این کارا رو انجام بده. و متوجه شدم این کاری هم که حالا دوستای هموطن خودمون انجام میدن، پکیجای VIP، یه هزینه بیشتر شما پرداخت میکنین، یه نفر در کنار شماست. یعنی شما وقتی اون آموزشگاه میرین یه نفر کنارتون هست کارهای ثبت نام شما رو انجام میده و خب پکیج VIP اون آموزشگاه رو براتون میگیره. بعضی از کلاس‌ها رو اصلا نیازی نیست برین، کلاس‌های مثلا تئوریشو، اما شما هزینه رو پرداخت میکنین. اگر نیاز به مترجم باشه مترجم در اختیارتون میذارن و اینجور کارها. یک سوال خیلی پرتکرار پرسیدین، گواهینامه گرفتن توی دبی راحت تر یا شارژه؟ من تجربه شخصی خودم رو دارم میگم. من گواهینامه‌مو توی شارژه گرفتم، گواهینامه ایرانی بالای 5 سال داشتم. هزینه‌ای که پرداخت کردم کلاً 2,000 درهم بود و فقط یه امتحان آیین‌نامه دادم. کلاس آیین‌نامه اصلا نرفتم. 5 جلسه کلاس عملی رفتم، بعد از اون امتحان دادم. کل پروسه‌ای که برای من زمان برد کلاً 1 ماه بود با 2,000 درهم. اینم آدرس آموزش.